اینجا کلاس درسه. گوش کن یاد بگیری. از همین الان میزنیم استارت واسه نهایی. تو بازی فیزیک میگیریم کاپ طلایی. شب امتحانی نه بابا مگه شوخیه. الان میخونیم داشته باشیم حسابی روحیه. همه سوالای نهایی رو قاچ میزنیم و بعدش موفقیتمون رو داد میزنیم، چون که بهترین نمره ها فقط برای ماست. 20 گرفتن نه رو برنامه است نه رو شانس. سوالا از دست ما همیشه تو تب و لرزن. استرس نداریم ما حتی اندازه ارزن. چرا؟ چون که فرید شهریاری کنارمونه. درسا رو طوری یاد میده که تو ذهنمون میمونه. اینه داداش. درود بر بچه های عزیزم. به یه درس لقمه پر از نمونه سوال امتحان نهایی خوش آمدید. درس آخری که بهتون دادم حرکت با سرعت ثابت بود، ساده ترین مدل حرکت تو دنیا. و حالا ببینیم که از این درس چگونه در امتحانات نهایی تا به حال سوال دادن. خب ما همینطور که لقمه لقمه درس رو پیش میبریم، نمونه سوالا و تمرینات خود کتاب درسی رو حل میکنیم، تمامی سوالات امتحان نهایی رو هم در واقع اینجا براتون بررسی و حل کامل میکنیم که خیالمون از هر بابت راحت باشه و محکم قدم هامون رو برداریم. همینطور که میریم جلو از بابت مباحث پشت سر دیگه خیالمون کاملا راحته. خب بچه ها، طبق روالمون به خصوص برای سوالات اولیه که حالتهای دو گزینه‌ای یا درست نادرسته، میتونید همزمان همینطور که ویدیو رو میبینید مدام متوقف کنید ویدیو رو، به سوال پاسخ بدید. اگرم سوال خیلی ساده است که همون موقع فریاد بزنید. خلاصه میخوام بقیه افرادی که تو خونه هستن متوجه باشن که شما پای یوتیوب نشستی سر کلاسی، نه اینکه یه فیلم معمولی نگاه میکنی. دائم باید فریاد بزنی، اظهار نظر کنی و طبق معمول اگه اشکالی هم داشتی در کامنت ها از من بپرسی. فراموش نکنید دوستانتون رو به کانال دعوت کنید. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید. خب بریم بچه ها سراغ سوالات، ببینیم از حرکت با سرعت ثابت چجوری میخوان تو نهایی به ما سوال بدن. نخستین سوال از دسته سوالات درست نادرست. سوال 1 گفته در حرکت با سرعت ثابت بر خط راست تندی لحظه‌ای با اندازه سرعت لحظه‌ای برابر است. چی گفتید؟ درست یا نادرست؟ بله بچه ها درست، ولی نکته ای که هست، حالا من با رنگ سفیدم بنویسم بهتر دال رو، این موضوع نه فقط در حرکت با سرعت ثابت بلکه همه جا درسته. کلن تندی لحظه‌ای یا نه متوسط همیشه با اندازه سرعت لحظه‌ای برابره و این از ویژگی های خاص حرکت با سرعت ثابت نیست. خب جمله 2 رو ببینیم. در حرکت با سرعت ثابت در بازه های زمانی یکسان اندازه تغییر مکان، بچه ها تغییر مکان اسم دیگر جابجایی است. قبلا هم گفته بودم دلتا ایکس، دلتا رو میخونیم تغییر و ایکس رو میخونیم مکان، بنابراین منظورش همون جابجایی ثابت است. خب بله، در بازه های زمانی یکسان چون سرعت ثابته جابجایی ها هم یکسانی، پس اینم یک عبارت درست. بریم جلوتر. خب این بار گفته از داخل پرانتز عبارت درست رو انتخاب کنیم. در حرکت با شتاب ثابت یا سرعت ثابت بر خط راست، سرعت متوسط و سرعت لحظه‌ای با هم برابرن. خب بچه ها ما هنوز حرکت با شتاب ثابت نخوندیم، خواهیم خوند، ولی اگه قرار باشه یکی از این دوتا درست باشه قطعا با سرعت ثابتی که فعلا خوندیم خواهیم دید جلوتر که چنین ویژگی برای حرکت با شتاب ثابت برقرار نیست و فقط برای حرکت با سرعت ثابت میتونیم از این ویژگی استفاده کنیم. خب بریم سوال بعد.
در حرکت با سرعت ثابت شیب نمودار مکان زمان متحرک همواره ثابت است یا نیست؟ چی میگید؟ بله است، چون که نمودار مکان زمان خطی بود و وقتی نمودار خطی باشه یعنی یه شیب ثابت داره. سوال بعد، نمودار مکان زمان در حرکت با سرعت ثابت به شکل سهمی یا خط راست است. همین الان تو پاسخ قبلی گفتم چیه بچه ها؟ خط راست. خب بریم جلوتر. حالا پرسش که از ما پاسخ کوتاه میخواد و غالبا اینا نیم نمره‌ای هستند. آیا در حرکت با سرعت ثابت اندازه جابجایی متحرک همواره با مسافت پیموده شده برابر است؟ چیه نظرتون؟ بله. چرا؟ خب بچه ها وقتی سرعت ثابته یعنی جهتش هم ثابته دیگه، یعنی جهت حرکت تغییر نمیکنه. اینجا من می نویسم چون سرعت علاوه بر اندازه جهت ثابتی هم دارد، جهت حرکت تغییر نمی کند. خب و ما میدونستیم که اگر جهت حرکت تغییر نکند مسافت طی شده با اندازه جابجایی مساوی است. پس این هم شد یکی از ویژگی های حرکت با سرعت ثابت، اینکه همواره توش مسافت با اندازه جابجایی مساویه. بریم سوال بعد. خب کم کم وارد مسئله های این قسمت میشیم. گفته در شکل زیر نمودار مکان زمان متحرکی را نشان میدهد، دیگه در نباید اولش میگو، که با سرعت ثابت 2 متر بر ثانیه در جهت محور X حرکت میکنه. ببینید و رو داده 2 متر بر ثانیه و این که گفته در جهت محور X یعنی ومون مثبت 2. اگه احیانا میگفت خلاف جهت محور X اون وقت میشد منهای 2. خب الف گفته مسافت پیموده شده در بازه زمانی 0 تا 6 ثانیه چند متر است؟ خب بچه ها این سوال آسونتر از اون چیزیه که فکرشو میکنیم، چون مسافت پیموده شده که با ال نشون میدیم با اندازه جابجایی مساویه، چون جهت حرکت تغییر نکرده. حالا هم میتونید بگید وت فرمول بنویسید، همین که از شکل نگاه کنید این از منهای 4 رفته به 8، پس میشه 8 منهای 4 یعنی 12 متر. و البته در صورت این سوال اصلا داده 2 متر بر ثانیه یه داده اضافه است، چون ما از رو شیب نمودار میتونستیم به این پی ببریم، نیازی نبود اصلا صورت سوال بده اینو. خب ب گفته معادله مکان زمان این متحرک را بنویسید. خب یادآوری میکنم بچه ها وقتی میگه معادله مکان زمان ما باید این دوتا چیزی رو که من با رنگ صورتی مشخص کردم این دوتا رو بنویسیم. یعنی یکی باید و رو پیدا کنیم که این خودش داده، یکی هم x که با نگاه به نمودار سریع میفهمیم. خب سرعت رو داده بود 2 متر بر ثانیه، پس به این ترتیب x مساوی می شود با 2 به جای t نباید چی بذارید. وقتی میگه معادله باید x طرف چپ متغیر ما باشه، t طرف راست هم متغیر ما. خب x هم بچه ها به شکل نگاه کنید، این همون x ماست دیگه، منهای 4. تموم شد و رفت. این هم شد معادله مکان زمان. خب سوال ب گفته تپریم چند ثانیه است؟ کارهای مختلفی میشه کرد. یکیش استفاده از شیب نموداره، یکیش هم حالا که ما معادله مکان زمان داریم یعنی 2t منهای 4 توجه میکنیم که در لحظه تپریم بچه x ما شده 0،
یعنی در واقع جسم از مبدأ گذشته. خب به جای x میذاریم 0. این همون چیزیست که معلم ریاضی ها بهش میگن طول از مبدأ. منتها تو ریاضی میگن ایگرگو بده 0. تو فیزیک چون محور قائم اسمش ایکسه ما میگیم ایکس رو بده 0. این مساوی 2 تا اسم این زمانم تپریم گذاشته خودش. از اینجا 4 رو ببرید اونور تپریم در میاد 2 ثانیه. اینم از این. خب بریم سراغ سوال بعد. برای این سوالا بد نیست بچه ها ویدیو رو متوقف کنید، هر قسمت رو خودتون روش کار کنید. شکلا رو بچه ها با دست بکشید، چون بعضی هم آقا نمیشه اینا رو مثلا تایپ شده به ما بدین. بد عادت نشید، دستتون یکم تو نوشتن را بیفته. صورت سوالو که میخونید شکلم یه دقیقه بدون خطکش همینطوری برای خودتون محورا رو بکشید، عددا رو بذارید و مشغول فکر کردن بشید. بعد که فکر کردنتون تموم شد ویدیو رو دوباره پلی کنید. خب بچه ها نمودار مکان زمان جسمی رو دادیم. گفته معادله حرکت متحرک را در بازه های زمانی 0 تا 20 و 20 تا 40 بنویسید. شبیه اینو تو کتاب درسی هم داشتیم. بچه ها اینجا من جدا کنم ترتمیز بنویسم. برای بازه 0 تا 20 ثانیه اول برای این بازه کارامون رو انجام بدیم. خب برای این بازه بچه ها من اول بیام شیب نمودار رو حساب کنم که بشه سرعت. کافیه از این مثلث قائم الزاویه کمک بگیرم که ذیل عمودیش از 10 تا 20 یعنی 10 و ذیل افقیش هم 20. پس می نویسم سرعت مساویس با شیب و مساویس با خب ذیل عمودیم 10 ذیل افقیم 20 که این میشه نیم متر بر ثانیه. خب حالا میتونم معادله مکان زمان که اسم دیگرش معادله حرکت بچه ها میتونم بنویسم. x مساوی است با فرم کلیش این بود vt به علاوه x0. خب الان v رو دارم نیم t به علاوه x0 هم که اینجا نقطه آغاز نموداره که میشه 10. اما بچه ها بعدی خیلی ساده است. برای بازه 20 تا 40 اینجا بنویسم بازه 20 ثانیه تا 40 ثانیه. چون توجه کنید بچه ها تو این بازه جسم ایستاده، جسم ساکنه دیگه، نمیخواد معادله x مساوی vt به علاوه x0 بنویسیم. گرچه اگه بنویسیم هم v صفره، سرعت نداره تو این قسمت. پس x مساوی میشه با یه مقدار ثابت که مقدارش هم همون 20 متره. اینجا می نویسم جسم تو این بازه ساکن است. درسته بچه ها؟ خب بریم سراغ سوال بعدی ببینیم چی میخواد از ما. دوباره بچه ها یه نمودار داده ولی نمودار که میده محورش رو خوب کنجکاوی کنید. نمودار سرعت زمان که در راستای محور ایکس حرکت میکنه در لحظه 0 از مکان 2 متر میگذرد. خب بچه ها این حرکت دائما با سرعت ثابت نیست. قبوله؟ ببینید اولش سرعت ثابت برابر 8 تا اینجا، بعد سرعت کم شده، این میشه حرکت شتابدار که درس لقمه های بعدی است. ولی اینجا خوشبختانه حالا راجع به اون قسمت شتابدار چیزی که پرسیده چیزیست که ما قبلا خونده بودیم و میتونیم پاسخ بدیم. الف گفته معادله مکان زمان در بازه 0 تا 4 ثانیه رو بنویسید. خب تو بازه 0 تا 4 خوشبختانه سرعت ثابته، یعنی ما اینجا یه تیکه حرکت با سرعت ثابت داریم. پس اجازه داریم اینو بنویسیم vt به علاوه x0. به این ترتیب x مساوی میشه با خب v رو اینجا میخونیم 8، نمیخواد حساب کتابی چیزی بکنیم. x0 هم خودش گفته. بچه ها یادتون باشه از رو نمودار سرعت زمان
هیچ راهی نداره بفهمید x0 چند بوده. نمیشه اینو از رو نمودار فهمید، چون نمودار سرعت زمانه. x0 رو باید خودش بده که داده، اینجا گفته 2 متر، پس این میشه به علاوه 2. این جواب الف. نیم نمره رو مال خود کردیم بدون اینکه متوجه باشید بچه ها. با همون 25 صدم 25 صدم نیم نمره داریم میریم تا 20 تا. آره تو هر قسمت انواع و اقسام سوالات ریز و درشت رو داریم جواب میدیم. خب ببین خواسته بهش مال درس لقمه حرکت با سرعت ثابت نی، مال درس لقمه های قدیمی مونه. گفته شتاب متوسط در بازه 0 تا 6 ثانیه رو حساب کنید. شتاب متوسط هم میتونید بگید دلتا وی به دلتا تی، هم میتونید بگید چی به خط واصل، نمودار سرعت زمان دیگه. خب ببینید الان ما سرعتمون در آخر شده 0، در اول بوده 8. سرعت آخر منهای اول که میشه 0 منهای 8. بازه زمانیمون هم 6 ثانیه است که این میشود منهای 8 شیشم که به 2 هم ساده کنیم میشه 4 سوم متر بر مربع ثانیه. یادت نره یکاها رو در آخر باید بنویسی. خب بریم سراغ سوال بعد. متوقف کن ویدیو رو، خودت حل کن، چندان سوال چالشی و سختی نیست. گفته متحرکی با سرعت ثابت 5 در جهت محور x در حرکته. اگر مکان اولیه منهای 10 باشد این متحرک در چه لحظه‌ای از مبدأ، خودش هم لطف کرده گفته منظورمون x مساوی 0 عبور میکنه. خب بچه ها من اول بیام معادله مکان زمان رو بنویسم. معادله مکان زمان به این صورت در میاد: x مساوی سرعت رو داده 5 t، x0 هم گفته منهای 10. حالا کافیه همین رو مساوی 0 قرار بدیم چون مبدأ یعنی x مساوی 0. خب 10 رو ببرید اون ور، تقسیم بر 5 بکنید، از اینجا t به دست میاد برابر 2 ثانیه. این هم یه سوال 75 صدم نمره‌ای. خب بریم سراغ سوال بعد. نمودار داده. چه نموداری؟ با صدای بلند بگو. سرعت زمان. نمودار سرعت زمان متحرک رو داده. سوال الف مربوط به درس حرکت با سرعت ثابت نیست. گفته تندی متوسط متحرک در کل زمان چند متر بر ثانیه است. بچه ها یادتونه نمودار سرعت زمان مساحت زیرش، با صدای بلند بگو لطفاً، چه چیزی رو به من نشون میداد؟ مساحت زیرش. آفرین، اگه گفتی جابجایی. حالا اگه قدر مطلقش رو حساب کنیم میشه مسافت. پس من اینجا بنویسم L یعنی مسافت برابر است با مجموع قدر مطلق سطوح زیر نمودار. قبول بچه ها؟ به خاطر اینکه مسافت هیچ وقت منفی نمیشه. ما سطوحی که پایین محور افقی بود مثل این زوزنقه رو منفی میگرفتیم چون جابجایی میتونه منفی باشه، ولی اگه مسافت بخواد نه، همه رو مثبت حساب میکنیم. خب به این ترتیب L مساوی میشود با اینجا بچه ها من یه مثلث دارم، قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. این فرمول مساحت مثلثه. ارتفاع هم 3، قاعده هم 3. به علاوه اگه جابجایی میخواستیم میشد منهای، ولی برای مسافت این تیکه این زوزنقه رو مثبت تلقی میکنیم. خب الان قاعده بزرگ این زوزنقه از 3 تا 10، قاعده بزرگ 7، قاعده کوچکش از 5 تا 10 به علاوه 5 تقسیم بر 2.
ضرب در ارتفاعش که 20. درسته ارتفاع این زوزنقمون منهای 20 ولی ما 20 میذاریم. خب الان ببینید این اولی 3 سیتا 90 تقسیم بر 2 میشه 45. خوب دقت کنید من اشتباه نکنم. اینم 7 و 5 12، اینم ساده شه 10 میشه 120. پس به این ترتیب مسافت طی شده رو به دست آوردیم. 120 به علاوه 45 میشه 165 متر. خب مسافت میخواستیم چی کار؟ چون گفته بود تندی متوسط S average یا همون تندی متوسط برابر است با L به روی دلتا تی. خب 165 مسافتمون شد، زمان کلمونم 10. خودش گفته بود در کل زمان حساب کنیم. خب 165 به روی 10 میشه 16.5 متر بر ثانیه. این جواب سوال الف که همونطور که گفتیم توش از سرعت ثابت استفاده نشده بود. حالا ببینیم قسمت ب چیه، چرا ما این سوال رو اینجا آوردیم براتون. ب گفته اگر متحرک در لحظه 5، ببین لحظه 5 در واقع آغاز حرکت با سرعت ثابته. حرکت با سرعت ثابت بچه ها اینجاست. خب گفته در 20 متری مبدأ باشد. بچه ها اینجا طراح احتمالاً خودش این دقت رو نکرده. وقتی میگیم در 20 متری مبدأ معلومه 20 متری سمت راست یا 20 متری سمت چپ، چون این در واقع فاصله است که داره میگه. به این ترتیب بچه ها در لحظه تی مساوی 5 مکان ما چه بوده است؟ این در واقع میشه مکان اولیه‌مون برای حرکت با سرعت ثابت. هم میتونه مثبت 20 باشه هم منها. حالا اگه طراح این دقت رو داشت انتظار میداشت که 2 جواب دانش آموز بنویسه، ولی نه، اگه یکیش هم بنویسید نمره رو بهتون میدادن. خب حالا گفته معادله مکان زمان رو توی این بازه بنویسید. خب بچه ها نگاه کنید، شبیه یکی از تمرینات کتاب درسی. باز آغاز حرکت لحظه 0 نیست. در این حالت بچه ها یه کاری میتونید بکنید. شما این معادله رو حفظید، x مساوی vt به علاوه x0 در حرکت با سرعت ثابت. چون توجه کنید بچه ها از لحظه 5 تا 10 که من نارنجی کردم روی این شکل سرعت ثابته. هر وقت دیدید که حرکت از لحظه 0 آغاز نشده بچه ها، تو معادلاتی که خوندید و بعداً هم میخونیم تا آخر این فصل اجازه دارید به جای تی بنویسید دلتا تی، چون میدونید همه اینا در اصل دلتا تی بودن. اگه برگردید ببینید این رابطه رو من تو 2 درس لقمه قبل چجوری اثبات کردم، اونجا میبینید که بود تی منهای تی 0 یعنی دلتا تی، که چون تی 0 رو 0 گذاشتیم دیگه دلتاش به چشم نمیاد. حالا اگه لحظه آغاز 0 نباشه شما وظیفت اینه که دلتا رو هم بذارید. خب الان ببینید چجوری میشه. x مساوی میشه با سرعت متحرکمون منهای 20، دلتا تی میشه تی منهای 5، یعنی هر لحظه منهای لحظه آغاز. x0 مونم هم میتونه مثبت 20 باشه هم منهای 20. من جفتشو نوشتم ولی تو کلید امتحان نهایی همون 20 گرفته بود و حل کرده بود. خب از اینجا x مساوی میشه با، ببین، منهای 20 تی، این منهای 20 در منهای 5 میشه مثبت 100. پس این میشه 100 به علاوه منهای 20. حالا هم میتونی اینجا بنویسی 120 هم میتونی بنویسی 80 و با این صورت سوال هر دوش قابل قبوله. گاهی بچه ها طراحان سوال نهایی اون دقتی که طراح کنکور داره ندارن، چون تو کنکور خیلی دقیق تر سوالات بیان میشه، ولی گاهی تو نهایی این بی‌دقتی ها دیده میشه. خب بریم سراغ سوال بعد.
متوقف کنید ویدیو رو 1.25 نمره رو مال خود کنید، ولی بعد حتما توضیحات منو گوش بدید حتی اگه درست سر کردید. گفته متحرکی با سرعت ثابت بر روی محور ایکس حرکت میکنه، تو لحظه 2 ثانیه مکانش رو داده، تو لحظه 5 ثانیه مکانش رو داده. حالا گفته مکان اولیه بچه ها یعنی تو لحظه 0 و معادله مکان زمان رو به دست بیاریم. کارهای مختلفی بچه ها میشه کرد. قبلا یه دونه شبیه این تو درس لقمه قبلی بود که من از تمرینات کتاب درسی رفتم وی اوریج به دست آوردم و حالا میخوام یه کار دیگه کنم برای تنوع، میشه همون کارم کرد. البته من میخوام معادله مکان زمان رو بیام 2 دفعه بچه ها توش جایگذاری کنم. 2 تا لحظه ای که داده، اولین لحظه رو من یکم از جلو ببینم این 2 یا 3 آره چون چشم خوب نمی‌بینه. بله 2. اولین لحظه 2 ثانیه است و مکان 3 متر. خیلی خوب، 3 رو به جای x گذاشتم، و را نمیدانم، زمان را میدانم، 2 x0 هم نمیدانم. خب این شد یه معادله که 2 تا مجهول توشه. باشه قصه نمیخوریم، یه داده دیگه هم داریم. در لحظه 5 مکان منهای 6، به جای x میذارم منهای 6، اینجا می نویسم v ضرب در 5 به علاوه x0. بچه ها شد 2 معادله 2 مجهول. جالب شد. حتی گاهی تو تستای کنکورم پیش میاد و من به بچه ها میگم 2 معادله 2 مجهول رو باید مثل نقل و نبات حل کنی ها، چیز پیچیده ای نیست. حالا چیزی که خواسته از ما مکان اولیه است، مکان اولیه رو میخواد، ولی بعد ما سرعت هم نیاز داریم. حالا من باشم بچه ها یه بار این 2 تا معادله رو از هم کم میکنم که x0 ناپدید شه، یه مجهول رو سرشو بکنیم زیر آب. مثلا بالایی منهای پایینی 3 منهای 6 میشه 9. 2v بالایی رو منهای پایینی دارم میکنم، منهای 5v میشه منهای 3v و x منهای x0 هم که به این میره. چه خوب، v به دست میاد، میشود اینو تقسیم کنیم میشه منهای 3 متر بر ثانیه. بعد اینو برمیداریم میذاریم تو یکی از معادلات، مثلا تو بالایی بذارم به جای وش بذارم منهای 3 ضرب در 2 به علاوه x0 و از اینجا x0 هم به دست میاد. ببین میشه منهای 6 بره اونور مثبت میشه دیگه، x0 مون میشه 9 متر. خب x0 اسمش مکان اولیه است. حالا گفته معادله مکان زمانم بنویسم. معادله مکان زمان، خب فرم کلیشو قبلا نوشتم این بالا، وت به علاوه x0. الان دیگه همه چی رو دارم، میشه منهای 3 تی به علاوه 9. اینم معادله مکان زمان که بهش معادله حرکت هم گفته میشه. درسته؟ اینم یه مسئله. البته روشی که قبلا رفتیم یه خورده جمع و جورتر بود دیگه، به دستگاه 2 معادله 2 مجهول منجر نشد، ولی خواستم یه بار اینم ببینید. گاهی اجتناب ناپذیره، به خصوص تو تیتر بعدیمون که حرکت با شتاب ثابته، گاهی نمیتونید فرار کنید، 2 معادله 2 مجهول پیش میاد و باید بتونید راحت و سریع حلش کنید. خب بریم سراغ سوال بعد. معادله مکان زمان 2 متحرک رو داده، یکی 2t منهای 4، یکی منهای 3t به علاوه 6. الف گفته در چه لحظه‌ای 2 متحرک به هم میرسن. بچه ها یادتونه، میخوای متوقف کن حل کن خودتا دیگه، من تکرار نکنم. شرط همرسی این بود که xa با xb برابر بشه. خب xa رو خودش داده است 2t منهای 4، xb هم خودش داده است
منهای 3 تی به علاوه 6. خب این 3 تی بره اونور مثبت میشه، 2 تی به علاوه 3 تی میشه 5 تی و مساویس با این منهای 4 بره اونور، 4 و 6 جمع میشه 10. پس تی مساوی میشود با 2 ثانیه. این میشه لحظه ای که این دوتا متحرک به هم میرسن. خب معادله مکان زمان ها رو داده، همون سوال قبل. این دفعه گفته نمودار مکان زمانش رو تو یه دستگاه مختص داد، نخواسته دوتا نمودار جدا بکشیم. میگیم چشم. ببین گفته به طور دقیق یعنی چی؟ شما دوتا محور میکشی، x یکاش یادت نره متر و t یکاش ثانیه. ببین برای اینکه هر کدومو بکشی، الان این مثلا گفته 2 تی منهای 4، این منهای 4 عرض از مبدأ. این که میگه دقیق منظورش نیست بیا اینجا سانت بزنی درجه بندی کنی، نه، چنین توقعی رو ازت ندارن. فقط منظور اینه که عددا رو بنویسی. گفته بودیم برای یه خط راست دست کم 2 نقطه باید مشخص بشه. خیلی خوب، این منهای 4 عرض از مبدأشه، شیبمونم 2. حالا 2 بودنش مهم نیست، مهم اینه که مثبته. بنابراین من اینجا یه خط سربالایی میکشم اینجوری. این شد برای متحرک آ. خب میتونید اگه همین یه خط بود اینجا رو هم میرفتید تعیین میکردید، کاری نداره. اینجایی که x شده 0 که ذهنی هم میشه، اگه اینو 0 بدید تی در میاد 2 ثانیه. اما برای اون یکی متحرک مکان اولیه بچه ها مثبت 6 است. ببین مکان اولیه مثبت 6 و شیب منهای 3. خب یعنی یه خط سرازیری، ولی من الان گیج میشم اینجوری بکشم، اینجوری بکشم، اینجوری. چقدر سرازیری بکشم؟ خب این مهمه. توجه کنید ما تو سوال قبل لحظه به هم رسیدن رو پیدا کردیم لحظه 2. پس این دوتا نمودار باید تو لحظه 2 به هم بخورن. خب جالب شد. پس اگر این طور باشه باید شکل صورتیه رو یه جوری سرازیریش رو تنظیم کنیم که درست در نقطه 2 بگذره. حالا یه خوردم کجاکله شد، اشکالی نداره. این که گفته دقیق رسم کنید منظورش اینه که مثلا یهو نیاد یکی از اینجا بگذرونه. اینا الان جایی به هم خوردن که واقعیت نداره با توجه به اعداد این مسئله. منظورش رسم دقیق همین بوده. این تو امتحان اینو چک میکنن که آیا جایی که این دوتا رو به هم زدی درست تو لحظه 2 بوده یا نه. تصادفا x هر دو هم تو اون لحظه 0، یعنی 2 رو بذاری تو هر دوتا معادله میبینی x 0 در میاد، یعنی هر دو تو مبدأ به هم رسیدن. خب بریم سوال بعد. دوباره نمودار داده، میخوای خودت حل کن. نمودار سرعت زمان و گفته که بزرگی شتاب متوسط در بازه 4 تا 12. خب بچه ها الفش مربوط به درس های گذشته است، آیا اوریج. من میتونم تو فرمول بذارم، میتونم هم شیب حساب کنم، فرقی هم نمیکنه. فقط شیب حساب کردید به فارسی بنویسید لطفا شیب. خب نگاه کن، سرعت آخر یعنی لحظه 2 بوده. سرعت اول یعنی لحظه 4، چون خودش تعیین میکنه اول و آخر کجاست. خب الان پس به این ترتیب این مساوی میشه با 2 منهای 6 به روی بازه زمانی مونم 12 منهای 4. درسته بچه ها؟ خب 2 منهای 6 میشود منهای 4 و 12 منهای 4 هم که میشه 8. پس این میشه منهای نیم متر بر مربع ثانیه. خب بریم سراغ سوال بعد. همون نمودار در قسمت ب گفته اگر این متحرک در لحظه 0 در مکان 2 متر باشد. چون من بهتون گفتم از روی نمودار مکان اولیه رو نمیشه فهمید، از روی نمودار سرعت زمان، برای همین خودش وظیفه داره بده.
گفته حالا بگید در لحظه 2 ثانیه تو چند متری مبدا است. خب بچه ها من میتونم از سطح زیر نمودار استفاده کنم، ولی چون الان دیگه ما حرکت با سرعت ثابت رو خوندیم، کافی معادله مکان زمان بنویسیم. x مساوی vt به علاوه x0. خب ومون رو رو شکل میبینیم 6 و توجه کن اینو میتونی فقط واسه اون 4 ثانیه نخست بنویسی ها، واسه تکه‌ای که سرعت ثابته. پس این میشه 6t مکان اولیه هم که داده 2. حالا لحظه ای که داده میذاریم تو این. گفته در لحظه 2 ثانیه بگید جسم در چند متری مبدا است. خب تی رو 2 بذارید این میشه 6 ضرب در 2 به علاوه 2 که میشه 12 به علاوه 2 میشه 14 متر. میتونستیدم برید تا لحظه 2 مساحت زیر نمودار رو که میشه این مستطیل لاغره حساب کنید. این میشه جابجایی دلتا ایکس، بعد اینو مساوی ایکس منهای ایکس صفر قرار بدید، ایکس رو از اونجا به دست بیارید. این کارم درست بود. خب بریم سراغ سوال بعد. گفته دونده‌ای با سرعت ثابت در جهت محور ایکس حرکت میکنند و در لحظه های 0 و 12 از این مکان ها میگذره. منفی 36 متر و اون یکی هم مثبت 36 دیگه. آره بله مثبت 36. خیلی خوب. گفته بردار مکان دونده را در لحظه t1 رسم کنید. چه خوب، گاهی با این مثال ها یادآوری هم میشه درسای گذشته. بچه ها این محور ایکس های ما یه جایی رو هم او بنامیم یعنی مبدا، و تو لحظه t1 یعنی لحظه 0 شخص تو مکان منهای 36. بردار مکان چی بود؟ یه بار با صدای بلند میگی به من چه برداری بود؟ برداری که از مبدأ مکان به جسم وصل میشد. این میشه بردار مکان. با چه نمادی نشونش میدادیم؟ چون بردار زیاد پرکاربردی نیست، گاهی بچه ها فراموش میکنن. با نماد آر از مبدأ مکان به جسم. خب گفته معادله مکان زمان دونده را در اس آی بنویسیم. بچه ها من اول میام وی اوریج رو می نویسم دلتا ایکس به دلتا تی. خب دلتا ایکس در واقع می شود ایکس ثانویه یعنی 36 منهای 36 ایکس اولیه تقسیم بر بازه زمانی 12 منهای 3. خب صورت 2 تا 36 تاست به روی 12، 36 رو با 12 ساده کنیم میشه 3، 2 سه تا میشه 6. اما میخوام ادعا کنم این سرعت لحظه ایمون هم هست، یعنی وی اوریج و وی که اوریج نذارید فرقی نداره تو حرکت با سرعت ثابت. خب الان دیگه معادله مکان زمان رو میتونیم بنویسیم. x مساوی vt به علاوه x0. خب v رو در آوردیم 6، x0 هم خودش گفته چون تو لحظه 0 x0 یعنی x تو لحظه خاص 0 برابر منفی 36. پس این میشه 6t منهای 36. اینم معادله مکان زمان که براش یک نمره در نظر گرفته شده بود. اما سوال پ راجع به همون متحرک گفته مسافت پیموده شده توسط دونده در بازه 0 تا 12 ثانیه چند متر است؟ خب کافیه من بنویسم دلتا ایکس مساوی وی دلتا تی. توجه کنید تو قسمت قبل وی رو به دست آوردیم، درسته؟ که شد ببینم اینجا اشتباهی در محاسبه نکرده باشم. خیر 2 تا 36 تا که با 12 ساده شد، این شد 3 مرتبه 2 سه تا هم 6 تا. حالا که من میدونم وی 6 است، خب بازه زمانی هم 12 است. این جا به جایی است ولی با مسافت برابره. البته کار ساده تری هم بچه ها میشد کرد، میشد ایکس ثانویه رو منهای ایکس اولیه کرد، یعنی 36 منهای 36.
که در هر صورت درسته به یه جواب میرسیم. 72 متر این با مسافت یکیه، چون جهت حرکت عوض نمیشه. خب تموم شد کارمون. بله این سوالات امتحان نهایی بود که مربوط به درس حرکت با سرعت ثابت میشد. خب مواظب خودتون باشید تا درس لقمه بعدی که در واقع میخوایم بپردازیم به مهمترین و قلب این فصل. یادتون نره که اگر از محتوای این کانال دارید لذت میبرید و به نظرتون مفید میاد لایک هم بکنید، به دیگران هم حتما معرفی کنید کانال رو. سپاس از همراهیتون.